عزیز و معذرت که تکرارا باز مشکلات تکنیکی در استودیو پیش آمد و الان ما را خواهش کردند یا پیشنهاد کردند که در یک کانال دیگر لینک دیگر وارد شویم و خداوند یکایک شما را در پناه خود نگهبان باشد، زیرا بخصوص مادران عزیز را من مراجعتم به ایشان است، چون این شب و روزها بالای ایشان، بالای خواهران ما، مادران ما یک مصیبت و فاجعه بزرگی آمد و حکومت جمهوری تاجیکستان که بارها طول این 10-15 سال اخیر با هر نوع، با هر شکل بالای دین، بالای رمزهای دینی از آن شروع کرده تا مسجد، تا مدرسه و تا ریش و لباس مردان و زنان و نهایتا فشار خود را تا بالاترین سطح آورده رساند که هم باشد منع حجاب یا سطر یا به هر کلمه‌ای که ما مردم تاجیکان را میشناسد، یعنی پوشیدن روسری به طرز یا به اون شکلی که طلبات دین مبین اسلام است، این را منع کردند و من هم لازم دانستم که در این موضوع نقطه نظر خود را بیان کنم. اگرچه دوستان عزیز شما میدونید که پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان و خود من تلاش میکنیم که در موضوعهای دینی کمتر وارد شویم و شاید این اولین صحبت من در موضوع حجاب باشد، اگرچه موضوع حجاب را در داخل این یا آن موضوع و حتی در وقتی که در تاجیکستان بودیم به واسطه وقتی که این گونه فشارها بالای مادران و خواهران می آمد، من همچون رئیس حزب، همچون وکیل پارلمان دخالت میکردم. اما بعد از هجرت بار اول است که من در موضوع حجاب مستقیما صحبت میکنم. متاسفانه بعضی از تحلیلگران، بعضی از کارشناسان و حتی رقیبان ما پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان را متهم به آن میکنند که ما همیشه موضوع صحبت‌های ما بیرون از موضوع لباس و حجاب و مسجد و مدرسه نیست. در وابسته به این نکته را میخواستم بگویم که دوستان گرامی، دخالت کردن به موضوع حجاب، مسجد، مدرسه، ریش یا به دیگر مسائل دینی در تاجیکستان این نه جای عیب هست، نه موضوع هست که درباره آن ما کسی را متهم کنیم که این فقط به موضوع حجاب و ریش و سر و لباس مشغول می شود، بلکه این مسئولیت ما هست. یعنی مسئله حجاب، سطر، مسئله ریش، مسئله مسجد، مسئله آموزاندن قرآن و حدیث، این جزء زندگی مردم تاجیک است. اگر ما به این باور هستیم که بیشتر از 90% اهالی تاجیکستان مسلمان هست، پس مسلمانی ما یعنی چی؟ آیا بدون نماز، بدون مسجد، بدون قرآن، بدون تعلیم دادن قرآن و حدیث، بدون پوشیدن لباس های مذهبی ما درباره کدام اسلام صحبت میکنیم؟ اگر یک سیاستمدار، یک عالم، یک حالا حتی یک حقوقدان، یک فعال حقوق بشری اگر در موضوع حجاب دخالت کرد، نباید او را سنگ ملامت زد که چرا تو در موضوع حجاب دخالت میکنی. نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان و در مجموع اپوزیسیون تاجیک همون وقت به موضوع حجاب، به موضوع ریش، به موضوع تعلیم قرآن و احادیث یا مسئله مسجد همون وقت وارد می شود که حکومت جمهوری تاجیکستان مشکلی رو به وجود میارد. شما مگر دیدید یگان مراتبه که حکومت مشکلی رو در این موضوع با وجود نآورده باشد، حجاب بانوان را نکشیده باشد یا ریش مردان را نتراشیده باشد، مسجد را ویران نکرده باشد، ما بداهتا از پیش خود بدون کدام دلیل یا سبب به این موضوع دست داده باشیم یا این موضوع را برداشته باشیم. دقیقاً هیچگاه شما چنین حالت را پیدا نخواهید کرد. اما وقتی که حکومت مشکلی به وجود میارد، مقامات دولتی ریش مردان را میتراشند، حجاب زنها را از سر میکشند، مسجدها را تخریب میکنند، وارد کردن قرآن و دیگر کتب دینی را ممنوع میکنند، تنها این وظیفه ما نیست، تنها وظیفه اپوزیسیا یا وظیفه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا رهبریت و فعالان آن نیست، بلکه این وظیفه تمام جامعه هست. از آن جمله مسئولیت روشنفکران،
کنشگران حقوق بشر، مسئولیت همه جامعه است. روزنامه‌نگاران، بلاگرها. چرا این مسئولیت همه است؟ برای آنکه در اینجا حقوق انسان پامال می شود. شاید در جامعه ما هستند خیلی کسانی هستند که با پوشیدن حجاب اعتقاد ندارند. مثلا اونها میگن که اصلا ضرور نیست برای یک زنی مسلمان حجاب پوشیدن. این اعتقاد شخصی آنها است و کسی نباید آنها را مجبور کند که میخواهی نمیخواهی باید حجاب بسر کنی. اما همون انسانی که خودش هنوز به این قناعت نرسیده است و حجاب نمیپوشد، نسبت خانم بانویی که حجاب بسر میکند طبق اعتقادات خودش، طبق باور خودش یا با هر دلیل دیگر، حق ندارد او را سنگ بزند یا حق ندارد که از حقوق او دفاع نکند. اگر از حقوقش دفاع کردن نمیتواند به هر علت، به هر سبب، او نباید این خانم و این بانو را سنگ ملامت بزند که برای چی تو حجاب میپوشی. دوستان گرامی، در مجموع من فکر میکنم که در جامعه تاجیکستان ما 4 گروه را داریم در مناسبتشون به مسائل های دینی، بخصوص در موضوع حجاب. یکی گروهی که حجاب را هم اعتقاداً قبول دارد، میپوشد، هم خودش باور دارد که حجاب یکی از فرایض الهی است و اون را رعایت میکند. گروه دوم کسانی هستند که میدانند که حجاب فرض الهی است، اما با دلیل هایی که نزد خودشان هست، با اون دلیل هایی که دارند حجاب نمیپوشند. گروه سوم کسانی هستند که یعنی به حجاب فرض بودنش باور ندارند یا این را یک امر عادی میدونند، اما نه به حجاب پوش کار دارند نه به کسی دیگر. این را یک امر عادی میدونند، کسی حجاب پوشید میپوشد، کسی نپوشید نه، و حتی شاید که به دیگر فرایض دینی هم چندان اعتقاد نداشته باشند ولی کاردار هم نیستند. اما گروه چهارم کسانی هستند که به این حجاب و دیگر فرایض اصلا شاید به دین مبین اسلام ربطی نداشته باشند، اعتقادی نداشته باشند، اما در مسئله پوشیدن حجاب یا انجام دیگر فرایض اسلامی به حد افراط میرسند و مانع میشوند. حتی بعضا میبینیم که دغلی میکنند. چند پیش من 2 نوار رو دیدم که در نزد کدام بیمارستان، البته شما هم دیده چون مثل که نوار خیلی از دست به دست گذشت، خانم ها رو مجبور میکنن که حجاب رو بکشن و حتی تهدید میکنن که شما رو میتوانند به این مبلغ جریمه کنند. و این چون نوارهای دیگری در رسانه ها پخش شد که یک خانم معلوم است که هیچ مسئولیتی ندارد، در خیابان، در کوچه یک خانم حجاب پوش دیگر را طعنه کرده ایستاده است، مجبور میکند که او حجابش رو از سر بگیرد. ببینید کار تا به حدی رسیده است که دیگر نه تنها رهبریت کشور، نه تنها مسئولین و مقامات قدرتی، بلکه شهروندان عادی خود را خیلی آزاد حس میکنند، خود را وظیفه‌دار میدانند که دلخواه بانوی حجاب پوش رو در خیابان، در کوچه ها مذمت کنند، تحقیر کنند، حجاب او را از سر بگیرند و هیچ کس این مسئله رو همچنین مسئله حقوق بشری مطرح نمیکند، بررسی نمیکند. و من حالا که در این موضوع صحبت کرده ایستادم به خودم گفتم که شاید ضرور نیست که الان من با تکرار کردن اون همه آیات ها، احادیث و اون نقطه نظر علمای دینی باز در همین موضوع صحبت کنم، بلکه بهتر این است که من این موضوع رو از زاویه حقوق بشری مطرح کنم. چون تنها علمای تاجیکستان نه، بلکه خیلی از علمای دیگر هم به زبانهای فارسی، عربی، به زبان روسی و به زبان تاجیکی از طرف علمای تاجیک در این موضوع حداقل در همین هفته اخیر خیلی صحبت ها شد و نکته به نکته تا کجا فرض واجب بودن این مسئله رو شرح دادن. و حالا من نمیخوام دیگر گفته‌های اون بزرگان رو تکرار کنم، تنها میخوام مسئله رو از نقطه نظری حقوقی مطرح کنم، چون بالاخره ما طرز مناسبت به حجاب در تاجیکستان شده است که گویا این صرف مسئله دینی هست. وقتی که موضوع حجاب رو، موضوع قرآن رو، موضوع ریش رو صرف موضوع دینی شرح میدن، در نسبت این موضوع دیگر معلوم است که مناسبت حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه خواهد بود. یعنی اون سالها باز حکومت جمهوری تاجیکستان یک سیاست ضد دینی رو آغاز کرده است
و این سیاست او از طرف بخشی از جامعه تاجیکستان پشتیبانی می‌یابد. متاسفانه بخصوص اون دنیوی‌های افراطگرا، حتی در تاجیکستان اگر برق نباشد، آب نباشد، جای کار هم نباشد، برخی ها براشون کافی است که امام علی رحمان و حکومتش علیه دین، بخصوص دین مبین اسلام، مبارزه می‌برند. یعنی قسمی از مردم آماده هستند که بی‌برقی را تحمل کنند، فساد را تحمل کنند، کروپسیون را تحمل کنند، دیکتاتور را تحمل کنند، فقط به خاطر آنکه این حکومت یک حکومت دین ستیز است او را تحمل کنند و حتی پشتیبانی کنند. اما ما صحبت من بیشتر با همین گروه هست، با همین قشری هست که خود را دنیوی میدانند، خود را روشنفکر میدانند و باورم دارند و گاه از صحبتاشون برمیاد که اگر دین قوی شود، دیندارها در جامعه قوی شوند و نفوذ بیشتر داشته باشند، دیندارها، نیروهای اسلامی حقوق بشر را پامال میکنند، بخصوص حقوق کسانی که نقطه نظر دینی ندارند، مجبوری همه را حجاب میپوشانند یا جوانان را، مردان را مجبور میکنند که همه ریش مانند و از قبیل این مثال ها را زیاد میزنند. اما اونها بخبر از آن که با این کارشون، با این اقدام های غیر قانونی، غیر شرعی و غیر منطقیشون، دقیقاً همون افراطگرایی رو بیشتر میکنن و اگر افراطگرایان در نتیجه این سیاست های اشتباهی یک روز به سر قدرت هم که آمدن، اصلا شک نکنید که این انتقام را خواهند گرفت. یعنی آنها دقیقاً مثل افراطگرایان دنیوی ما رفتار خواهند کرد و همون طوری که حالا اینها سراسر ریش مردان را میتراشند و حجاب زنها را میگیرند، مثل که در بعضی کشورهای اسلامی هست، برعکس آنها که آمدن به سر قدرت همه زنها را مجبورن حجاب خواهند پوشاند و ریش همه مردان را مجبور خواهند کرد که همگان ریش مانند و عمل اون افراطگراهای مذهبی از افراطگراهای دنیوی هیچ فرقی نخواهد داشت. اما اینجا نکته اصلی یا میتوان گفت که خطاب اصلی ما به همون نیروهای معتدل دنیوی هست و اینچنین نیروهای مذهبی معتدل که نباید این گونه مسائل را به دست دو گروه افراطی داد، هم به دست گروه افراطی دنیوی که امروز در حکومت هستند و هم به دست گروه های افراطی مذهبی که اگر یگان وقتی به سر قدرت آمدن، اینها دقیقاً مثل افراطگرهای دنیوی رفتار خواهند کرد و هر عملی را که اینها امروز انجام داده ایستادند در تاجیکستان، اونها برعکس و کاملا برعکس آنها عمل خواهند کرد و همه مردم رو مجبور یا ریش مجبور میکنن که ریش مانند یا مجبور میکنن که حجاب اسلامی پوشند. و بنابراین همین من وقتی که نوا را دیدم که در نزد کدام بیمارستان نسبت خانمان حجابدار این کارا میکردن، بلافاصله به یک فکر فرو رفتم و به خود سوال دادم که چرا جامعه تاجیک بغیر از قشر مذهبیش این مسئله رو جدی نگرفت و نمیگیرد. تا به حال من ندیدم که کدام روشنفکر، شاعر، نویسنده، بلاگر، روزنامه‌نگار، کدام سازمان حقوق بشر در تاجیکستان این مسئله رو جدی گرفته باشد، به حکومتداران بگوید که شما حقوق انسان ها را پامال کرده ایستادید، شما حقوق زن را پامال کرده ایستادید. و همین گروه ها، من یادم هست که چند سال پیش در افغانستان حالا یک خانم، یک دختر جوان را برای چیکاره لطکوب کرده بودن در میدان و شکنجه کرده بودن و چقدر صدای به نام روشنفکران تاجیک بلند شده بود. من اون وقت گفتم انشالله این روشنفکرای ما که به تقدیر یک دختری افغانستانی به تفاوت نیستند و خیلی صدا بلند کردن و خوب هم کردن، اتفاقا من 100% اون رو پشتیبانی میکنم. فرق ندارد که این بانو، این انسان در کجا حقوقش پامال میشود، در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان، در سراسر دنیا. یک انسان آگاه باید صدایش رو بلند کند، در فلسطین، در غزه، در هر کجایی که باشد. اما بعدا دیدم که نه، همون گروه هایی که نسبت بانوان افغانستان، ایران، کشورهای عرب زبان یا در هر گوشه و کنار دنیا وجدانشون بیدار می شود، اون غیرت و شجاعتشون بالا می رود و حتی آماده هستند که بروند اون دختر را، اون خانم را از ظلم ظالمان اون کشور خودش آزاد کنند. وقتی که یک بانو، یک خانم در
پیش چشمش در تاجیکستان حقوقش پامال می شود، او را تحقیر میکنن، برای چی باشد که وجدان او تکان نمیخورد، اون انگیزه تاجیکیت و ملی و اون دفاع کردنش از حقوق بشر اون بیدار نمی شود. حتی یک پیرزن را چند وقت پیش یادتون هست، یک پیرزن را مقامات چقدر اذیت کردن، شکنجه دادن و نبیرش یک نوار را نشر کرد، نواری که یک خانم نزدیک 90 ساله را مقامات دولتی تاجیکستان میزنن، از موهایش میکشن بر روی زمین و چه عذابهایی دادن و اون نوار نشر شد. یگان نفر، یگان روشنفکر، یگان سازمان دفاع از حقوق بشر در داخل کشور از اون بانوی 90 ساله دفاع کرد یا نکرد؟ برعکس وقتی که مقامات این نوارها نشر شد، بردن اون جوانی که این نوار را پخش کرده بود زندانی کردن و هیچ نفری، همون مادر نام نمیگیرم، البته کسانی که درباره اون خانم‌های دیگر کشورها صدا بلند میکنن اونا خودشون میدونن که من با اونها مراجعت کرده ایستادم، شرط نیست که من نام یکی اونها رو بگیرم. اینها برای چی؟ برای خانم تاجیک، برای مادر تاجیک، زن تاجیک صدا بلند نمیکنن، از حقوقش دفاع نمیکنن که این همه در پیش چشمش است، اما آماده هستند که از مادران تمام دنیا دفاع کنن، فقط به شرطی که این مادر تاجیک نباشد. یعنی من نمیفهمم این گونه دفاع از حقوق بشر، دفاع از زن، دفاع از تاجیکی در افغانستان زندگی میکرده خیلی در نزد روشنفکران ما، روزنامه‌نگاران ما قدر دارد از تاجیکی که همسایه خودش است. البته همه ما و شما میدونیم ناموس این گروه ها، تاجیکیت این گروه ها برای خارجی ها بیدار میشد. برای چی؟ برای از یک بانوی تاجیک یا تاجیک زبان در خارج دفاع کردن کسی را در تاجیکستان حکومت فشار نمی آورد، شکنجه نمی کند. اما این کفیلان حقوق بشر و این ژورنالیستان و روزنامه‌نگاران اینا می ترسن از آن که حقوق یک زن تاجیک را دفاع کند. بنابراین ما مجبور هستیم دیگر، اگرچه واقعا هم من خیلی میخواهم که در این باره بیشتر ملاهای تاجیکستان صحبت کنند، در این باره بیشتر روشنفکران تاجیک صحبت کنند، کسانی که در داخل کشور هستند، چون آنها یک زمانی بود که ما رو متهم به آن میکردند که بخصوص روحانیت، بخصوص علمای اسلامی که در داخل کشور هستند، امام خطیب ها، اینا میگفتند که حکومت جمهوری تاجیکستان با اون خاطر بالای ریش و حجاب و مسجد و مدرسه فشار میآورد که شما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در میدان همچون رقیب هستید. اگر شما فعالیت نکنید در تاجیکستان، دیگر امام رحمان هیچ فشار بالای دیندارها، دین، رمزهای دینی نخواهد آورد. ما این صحبت‌های طولانی را با علمای کشور داشتیم، بعضیش آمده بودند به حزب، بعضی دیگرش در مراسم و معرکه‌ها می‌دیدیم و همه شاهد هستیم که چقدر این علمای کشور بیانیه‌ها نوشتند، در نمازهای خطبه‌های نماز جمعه برآمد کردند و مصاحبه‌های زیاد دادند، گفتند که باید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود. دلیلشون چه بود؟ دلیل آنها این بود که مادامی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکند، دین مبین اسلام، رمزهای دینی، نهادهای دینی زیر فشار خواهد بود، زیرا امام علی رحمان و حکومت نهادهای دینی را پشتیبان حزب نهضت اسلامی یا تکیه‌گاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌حسابند. به همین خاطر بالای دین فشار میارند. اگر شما نباشید پس دیگر فشار بالای دین نخواهد بود. با همین منطق که من باور دارم که این منطق و این دلیل را حکومتداران و علمای اسلامی در تاجیکستان گفت که شما باید اگر میخواهید که ما حکومت بالای شما، بالای مسجد، امام خطیبان فشار نیارد، شما امروز در پهلوی ما قرار بگیرید و طلب کنید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود. و این علما همین کار را کردند. اینا در خطبه‌ها، در سخنرانی‌ها، مصاحبه، شما بروید گوگل رو بسنجید چقدر مصاحبه است بین سالهای 2012 تا 2015. خب اینک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع شد، اینک چندین احزاب دیگر ممنوع شدند، اینک پارلمان یک دست شد، اینک تمام امام خطیبانی که یک کمی سرکش بودند، یک کمی مستقل بودند، اینها از صحنه دور شدند. دهها مسجد و مدرسه در کشور بسته شد. خب اکنون علمای محترم
روحانیت گرامی، شما باور دارید که اکنون فشار بالای دین، بالای مذهب، بالای دینداران کمتر شد؟ نه، شما گفته میتونید که کمتر است. برعکس معلوم شد که محض همون علمای مستقل و محض نهضت اسلامی تاجیکستان تکیهگاه شما بوده است، پشتیبان ارزش‌های شما بوده است. وقتی که ما را از صحنه دور کردن، علمای مستقل را از منبر دور کردن، شما ماندید و دیگر امام علی رحمان، حکومتش و اکنون باید شما دفاع کنید. ما دیگر در خارج هستیم، اما باز هم میبینید که از ننگ و ناموس شما، از حجاب مادر و خواهر و دختر شما باز هم کی دفاع میکند؟ باز هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، باز هم همون علما، باز هم همون جوانان با ناموس که در خارج کشور هستند. ما چی در داخل کشور باشیم چی در خارج کشور، نه تنها از رمزهای اسلامی دفاع میکنیم، بلکه از شما هم دفاع کرده ایستادیم. از خانم و از مادر و از دختر و از خویش و تبار شما ما دفاع کرده ایستادیم. شما خاموش، شما گویا که هیچ اتفاقی در تاجیکستان نیفتاده است. و باز هم من مطمئنم که اگر فردا کمیته امنیت یا امام علی رحمان از شما خواهش کند یا طلب کند، باز هم علیه نهضت اسلامی تاجیکستان، علیه علمایی که در خارج هستند و دفاع از شما میکنن حتما برآمد خواهید کرد. چون دیگر اون متاسفانه ناموس انسانی که بر وقت رفته بود تمام شدگی است، اما اون ناموس دینی هم دیگر متاسفانه در بین اکثری از علما و دانشمندان و روحانیت ما باقی نمونده است. و مسئله دیگر که این سوال پیش میاد که چرا حکومت جمهوری تاجیکستان با خصوص پرزیدنت گاه دست به این کارها میزند و در حالتی که در همین شب روزی که اقتصادات تاجیکستان خیلی ورشکسته شده است، مهاجرین ما در خارج تحت فشار قرار دارند، جای کارهای خود را از دست میدهند و طبیعی است که پولی یا مبلغی کمتر به کشور فرستاده می شود. در صورتی که در روبروی تاجیکستان مشکلات و چالش های زیاد ایستاده است و من فکر میکنم که حکومت جمهوری تاجیکستان در همین شب روز در ضعیفترین نقطه خودش قرار دارد. از یک طرف مشکلات مهاجرین، از طرف دیگر مشکلات اقتصادی. و چرا حکومت تاجیکستان در همین شب و روز دیده و دانسته آمده دست به کارهای میزند که اعتراضی مردم را به وجود بیارد؟ من فکر میکنم که امام علی رحمان و حکومتش اگرچه دارای مشکلات زیاد هستند، تکیه به نیروهای خارجی میکنند. مثلا وقتی که چین به آنها وعده میکند که مطمئن باش در هر حالت، در هر صورت، بخصوص وقتی که مسئله دینی پیش میآید، من در پهلوی شما هستم. روسیه شاید همین وعده ها را میدهد که به هر شکلی که میخواهید بالای مردم فشار میاره، در آخری کار من در پهلوتون هستم. و حکومت جمهوری تاجیکستان دیده و دانسته برای آنکه دقت مردم را از مشکلات مهاجران، از مشکلات نفقه، معاش، جای کار در داخل کشور باید به یک سمت بکشاند که گفتمان مردم، صحبت‌های مردم تنها در آن باشد. خب شما ببینید که حداقل یک هفته شد که مردم تاجیک، بخصوص مخالفین، کسانی که در بیرون هستند، تمام مشکلات دیگری مردم را کنار گذاشتند. مشکلات جای کار، مشکلات مهاجرت، مشکلات نفقه و دهها مشکلات اقتصادی مردم را تنها درباره حجاب گپ میزنند. برای چی؟ برای که مسئله حجاب خیلی مهم است و این دیگر مسئله حجاب تنها به اپوزیسیون ربط ندارد، تنها به مخالفین و به سازمان حقوق بشر ربط ندارد. من نمیدونم، هیچ آمار در دست نیست که چند درصد بانوان تاجیک حجاب پوشند، انیخترش حجاب پوش بودند. این استاتیستیکا رو هیچ کس ندارد، اما از اون عکس‌ها، از نوارها، از گزارش‌هایی که از داخل کشور میاد، شما کافی است که همون یک بار به خیابان‌های دوشنبه نگاه کنید، به خیابان‌های ختلان و خوجند و شهرهای اطراف نگاه کنید، می‌بینید که نسبت بانوان حجاب پوش در تاجیکستان کم نیست. من نمیتونم بگم که 50% است، شاید کمتر باشد، اما کم نیست. پس این مسئله حداقل 30-40% بانوان تاجیک است و شاید که در تاجیکستان عائله، شاید 10-15% عائله هست در تاجیکستان که یک نفرش از اهل اون عائله حجاب پوش نباشد. اکثریت عائله ها حتما یک نفر، دو نفر و بعضی عائله ها 100% حجاب پوش دارند. پس این مسئله
و میتوان گفت که به اکثریت خانواده‌های تاجیکستان ربط میگیرد. من نمیگم به اکثریت اهالی تاجیکستان، به اکثریت خانواده‌های تاجیکستان به این شکل ربط میگیرد. خب وقتی که به اکثریت خانواده‌های تاجیکستان این مسئله ربط میگیرد، میتواند ملت تاجیک در این باره صحبت نکند، میتواند یک حزب سیاسی در این باره صحبت نکند، میتواند یک عالم، یک امام خطیب در این باره صحبت نکند. آیا همین عائله‌هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند و یک نفر از اونها حجاب پوش هست، آیا اینها شهروند تاجیکستان نیستند؟ آیا اینها عائله تاجیک نیستند؟ آیا برای حکومت جمهوری تاجیکستان، برای امام رحمان، این عائله ها، حمایه این عائله، ارزش های این عائله ها، ناموس این عائله ها براش اهمیت ندارد؟ از این رفتارهای حکومت تاجیکستان و از پیشنهاد کردن چون لایحه قانون برمیاد که براشون اهمیتی ندارد و اینا آماده هستند که قانون‌های قبول کنند که حقوق و شرف و ناموس اکثریت عائله‌های تاجیک را پامال میکنند. بعضی ها من خواندم در سرچشمه ها که طلب دارند که خب به هر شکل پارلمان کشور باید که در این مسئله گناهکار دانسته شود. دوستان گرامی، پارلمان امروزه کشور اصلا این پارلمان نیست که شما از او دامنگیر باشید. حتی در زمانهایی که من وکیل پارلمان بودم، ما همگی 2-3 نفر رأی مخالف میدادیم یا برآمد میکردیم که اون هم پارلمان مستقل نبود. درست که در اون وقت حداقل 1 نفر 2 نفر وکیل رأی مخالف میدادن، برآمد میکردیم و صدای ملت رو میشنواندیم. اما الان دیگر پارلمان رو نباید طرف حساب کرد. من فکر میکنم که اون طرفی که باید جواب بگیرد و مردم از او دامنگیر باشن، گریبانگیر باشن، این خودی رهبر کشور امام رحمان است. چون یگان لایحه قانون در تاجیکستان بدون رضایت حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمی‌شود. حتی اگر مؤلف این لایحه، تشبثکار این لایحه یک وکیل پارلمان باشد یا یگان نهاد دولتی هم باشد، به موافقه حکومت جمهوری تاجیکستان اون وارد پارلمان نخواهد شد. پس ما نباید آدرس را اشتباه بگیریم. آدرس این گفته‌های ما باید خود امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان باشد، نه اون پارلمانی که نه صلاحیت دارد نه استقلالیت دارد. درست که قانون را رسما اونها قبول میکنن، فقط همون تگمه را زیر میکنن تمام. اما تمام مسئله ها در دالان‌های حکومت، بخصوص در دفتر رئیس جمهور حل و فصل میشود. خب بنابر همین دوستان گرامی، حالا که بعضی از علما، بعضی از شخصیت ها کار خوبی کردن که مردم تاجیک را دعوت کرده ایستادن به واکنش های گوناگون. حتی من شنیدم که روزی را هم اختصاص دادن، روز جمعه آینده را. نظر ما در این باره چیست؟ من از همه گونه دعوت، از همه گونه اقدامی که برای دفاع از حقوق بشر، بخصوص برای دفاع از بانوان تاجیک، حقوق پامال شده آنها پیشنهاد کرده می شود، ما 100% طرفدار هستیم و این دیگر برمیگردد به خود مردم تاجیک، مسلمان ها، به خود جوانان تاجیک که تا کجا غیرت و شجاعت دارند. ما چرا خود من دعوت نمی کنم؟ چون برای آنکه ما رو میتونن متهم با آن کنم که شما که در خارج نشسته اید، براتون خیلی آسان است که مردم داخل رو به تظاهرات و گردی همایی و به اعتراض دعوت کنید. اما خب طبیعی است که من در خارجم، اگر در داخل می بودم یا کشته یا زندانی می شدم و بیهوده ما خارج نآمدیم. ولی پشتیبانی از کسانی میکنیم که این دعوت ها را کردن و اگر در داخل کشور می بودم 100% بدون شک اقدامی را انجام میدادم. ما یادتون باشد سالهایی که در کشور بودیم، یک بانوی جوان تاجیک را یادم رفت فامیلیش، اسمش که اسماعیلووا بود یا اسماعیل زاده بود، چیز در نام ایشان بود، دولتووا یا اسماعیلووا. ایشان را در دانشگاه برای حجابش فشار آوردن، ممنوع الورود کردن. من همچون وکیل پارلمان و همچون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رفتم دانشگاه، با مسئولین دانشگاه، با رکتور دانشگاه، با وزیر معارف تاجیکستان صحبت کردم و حتی تمام خراجات های ادوکات یا اون وکیل دفاع این بانو را ما از حزب پرداخت کرده بودیم. یعنی با تمام نیرو و توان خودمان در پهلوی این خواهر ایستاده بودیم تا اینکه از حجاب او، از حقوق او دفاع کنیم. اگر در داخل کشور می بودیم، شک نکنید که
این اقدام رو باز تکرارا میکردیم و ولی متاسفانه الان که در خارج هستیم جز از این که پشتیبانی از این گونه اقدام های خوب کنیم دیگر از دست ما کار ساخته نیست. اما انشاءالله من باور دارم که علما هستن هنوزم در داخل کشور، علما، روشنفکران و جوانان غیور که اجازه نمیدهند که حکومت جمهوری تاجیکستان قدم به قدم ارزش‌های دینی، ارزش‌های ملی ما را پامال کنند و ملت تاجیک را در یک حالت خواری و زاری و بی‌ناموسی نگه بدارند. و در آخر دوستان گرامی یک نکته دیگر رو می‌خواستم اینجا خدمت شما عرض کنم. بعضی از انسان‌هایی که واقعا نه تاریخ ملت رو می‌دانند، نه فرهنگ ملت رو شناختند، نه ارزش‌های ملی را درست شناختند، اینها میگویند که ما بر ضد لباس بیگانه مبارزه می‌بریم، بر ضد پوشش‌های بیگانه، فرهنگ بیگانه و حجاب را، پوشیدن اسلامی لباس را اینها فرهنگ بیگانه می‌دانند و بخصوص به همون شکلی که یک مسلمان باید که لباسش رو بپوشد میگن این مخالفت به فرهنگ ملی ما دارد. دوستان گرامی، آیا واقعا هم فرهنگ ملی ما در مسئله پوشیدن لباس با این حجابی که امروز خواهران و مادران ما میپوشند و ممنوع شده ایستاده است یگان مخالفتی دارد؟ همین لباس، همین سطر، همون طوری که طلبات دین مبین اسلام هست، حداقل 1300 سال باز در جامعه تاجیک با شکل‌های گوناگون وجود دارد. بله 100% طرز پوشیدن حجاب تاجیکی، سطر تاجیکی از سطر عربی و ترکی و مغربی و جاهای دیگر فرق دارد. ما مادران ما، بیبی‌های ما، گذشتگان ما حجاب اسلامی را با لباس تاجیکی مطابق کرده بودند، با فرهنگ تاجیکی، با طرز پوشیدن تاجیکی و با شرایط جغرافی و باد و هوای تاجیکستان اون را مطابق کرده بودند. اما ویژگی که بین این دو هست، لباس‌های ملی اسلامی تاجیکی و لباس‌های ترکی و عربی، ویژگی عمومیت این است که باید همون مقداری که قرآن طلب میکند، اسلام طلب میکند باید پوشیده باشد. دیگر فرق نمیکند شما با چه شکل اون را میپوشید، میبندید، با سوزنک یا با یک شکل دیگر. مادرانو من هنوزم یادم هست و میبینم که رحمتی مادرم وقتی که لباسش را میپوشید، لباس تاجیکی ملی را میپوشید، همون مقداری که حالا حجابی که با اسلوب عربی یا ترکی پوشیده میشود همون مقدار را میپوشند. اما لباس امروزه با پوشش عربی و ترکی یک کمی از روی گفت خود بانوان سبکتر از پوشیدنش و انسان لازم نمیشود هر دو زمان اون رو، هر لحظه و زمان اون رو درست کند، اون رو از نو بپیچاند، بلکه با همون طرز پوشش نو، با محکم کردن با سوزنک یا چیزی دیگر اون راحت است، آزاد است، دستش آزادانه میتواند کار کند، درس بخواند، بنویسد. اما با اون پوشش تاجیکی من میدیدم بارها مرحوم مادرم، دیگر خواهرانم، اپاهایم، یعنی مجبور بودن که گاه گاه اون لباس رو درست کنن. اما در مسئله پوشیدن هیچ فرقی نداشت. پس کی میتواند بگه که این لباسی که الان مادران و خواهران ما از بازارها میخرند میپوشند و براشون آسانتر هست، این مخالفت با فرهنگ ملی ما دارد. همین لباس یعنی حجاب و سطر 1300 سال باز در فرهنگ ملی ما جا دارد. یک قولی هست، گپی هست که یک عادت اگر در بین ملت یک مردم 40 سال ادامه پیدا کند، او الکی جزئی فرهنگ و عادت‌های این مردم میشود. 40 سال فقط. یعنی همین پوشیدن شیم و کاستوم در تاریخ ملت ما شاید که 100 سال بیشتر عمر داشته باشد، ولی الکی مردم تاجیک 90% این رو میپوشند، جزئی فرهنگ ملی ما شد. اگرچه اصالتا این شیم و کاستوم که محمد رحمان میپوشد، من میپوشم، یتیموف میپوشد، این با فرهنگ ملی ما قبل از 100 سال هیچ ربطی نداشت. برای چی ما میپوشیم؟ برای چی رو معنی میکنیم؟ برای چی یک لباسی رو که 1300 سال باز جزء فرهنگ ملی ما هست میخواد این رو همچون فرهنگ بیگانه ممنوع کنید، از بین برید؟ اما لباسی رو که همگی 100 سال است ما تاجیکان، مردان تاجیک میپوشیم و لباسی رو که خانمای ما میپوشن، اونایی که اروپایی میپوشن، 100 سال بیشتر نیست.
پس چرا این طرز لباس اروپایی مطابق با فرهنگ ما بوده است و لباسی که مادران و خواهران ما 1300 سال باز میپوشند این مخالفت با فرهنگ ملی ما داشته باشد؟ من در اینجا منطق رو نمیبینم. اما اون سبب اصلی در این نیست. این یک بازی سخن است که مخالفت با فرهنگ ملی ما دارد. دقیقاً 100% این مطابقت با فرهنگ ملی ما دارد، اما چون این گروه یک کینه به اسلام دارند، یک نفرت نسبت دین مبین اسلام دارند، به هر بهانه با پوشش مبارزه با فرهنگ بیگانه، لباس بیگانه میخواهند ضربه رو به اسلام بزنند. اما مطمئن باشند که با این عملک ها، با این کارهای خیلی هم مسخره باز، نه تنها ضربه به اسلام زده نمیتوانند، چون امکان ندارد این چیز، چون اسلام این خداوند خودش وعده داده است که این دین را و این ارزش ها را خودش حمایت خواهد کرد. اما شما ضربه رو به خود میزنید. من مطمئنم که دیر یا زود اون جوشش غیرت ملت تاجیک، بخصوص جوان تاجیک، دیگر سری راه خواهد شد و به شما اجازت نخواهد داد که دیگر دست به رومال یک مادر بزنید، دست به لباس یک بانو بزنید. چون واقعا هم برای مسلمانان، بخصوص برای تاجیکان، عورت یک زن، لباس یک زن فرق ندارد. زن اون مادرش است، خواهر خودش است، بانوی خودش است، فرق ندارد. اون یک زنی تاجیک برایش این ارزش دارد، این مرز ناموس انسانی و دینیش است. و مطمئن باشید هر چقدر شما بیشتر فشار بیارید، هر چقدر بیشتر شما تحقیر و توهین کنید، همون قدر غیرت و ناموس جوانان تاجیک را بیشتر بیدار خواهید کرد. و اون روز اگر فرا رسید، دیگر کسی با کمک شما نخواهد شتافت. شما جواب این عملهای خود را دیرتر خواهید گرفت. اما من از اون میترسم که بسیار بعد به یک شکلی فجیع و به یک شکلی که دیگر هیچ کس نمیتواند کنترل کند. حالا هم وقت است. حالا در پیام آخرم به حکومتداران این نکته را میگم که هنوزم فرصت هست، هنوزم وقت هست و ما در مکانیزم قبول شدن قانون‌های کشور دو سه سطح را داریم. حالا مرحله یکم گذشت، پارلمان قبول کرد. مرحله دوم امضای پرزیدنت است. من این پیامم به پرزیدنت تاجیکستان است، امامعلی رحمان، که با استفاده از اون صلاحیت قانونی که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به او داده است، این قانون رو برگرداند به پارلمان. اگر واقعا خیر خودش و خیر ملت رو میخواهد، اگر واقعا نمیخواهد که ملت تاجیک رو در مقابل خودش قرار بدهد، برگرداند بگوید من این قانون رو امضا نمیکنم. این بارها این کار شده است و در تجربه سیاسی کشورهای زیادی هست. مثلا در دیروز چند روز پیش در گرجستان پارلمان یک قانون رو درباره آژانس‌های خارجی قبول کرد. پرزیدنت این کشور اون قانون جسور امضا نکرد، برگرداند، گفت من این قانون غیر کنستیتوسیونی رو امضا نمیکنم. پرزیدنت تاجیکستان هم میتواند با استفاده از صلاحیت کنستیتوسیونی خودش و با استفاده از اینکه این قانون 100% برخلاف کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میباشد، زیرا کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حقوق انسان را کفالت داده است و پوشش لباس این جزئی حقوقهای فطری یک انسان است. امامعلی رحمان اگر بخواهد میتواند با استفاده از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، با استفاده از صلاحیت‌های خودش این قانون را برگرداند. اگر بر نگردان امضا کرد، پس مطمئن باشید که قانونی که قبول شد با همین متن، با همین شکل، این خودش خواسته امامعلی رحمان است. دیگر جوابگر در نزد ملت، در نزد پروردگار، در نزد بانوان امامعلی رحمان خواهد بود، نه پارلمان، نه سروزیر یا کدام وزیر دیگر. بنابر همین من پیشنهادم این است که امامعلی رحمان از این فرصت آخر و فرصت طلایی برای خودش استفاده برد و بعداً میتواند خودش را یک بار دیگر رکلام کنه در نزد مردم، در نزد مردم دیندار، بگوید که دیدید من پیشوای همه شما هستم. من فقط پیشوای خانواده خودم و چند نفری از حزب خودم نیستم. دیدید که پارلمان قبول کرد. من چون پیشوای حجابدارا هم هستم، پیشوای مردم مسلمان تاجیک هم هستم، این قانون رو برگرداندم. ولی اگر این کار رو نکرد، این قانون رو امضا کرد، پس بدونید که دیگر او پیشوای این صدها هزار بانوی حجاب پوش تاجیک نیست. او پیشوای مردان و برادران و خواهران و شوهران این
حجاب پوشای تاجیک نیست، بلکه پیشوا یک گروه خردی از خانواده و اطرافیان خود میباشد. حتی اگر امام علی رحمان این قانون را امضا کرد، احتمال زیاد من پیش بینی میکنم که امضا خواهد کرد، چون این لایحه قانون را خودش به پارلمان پیشنهاد کردگی است. پس مرحله سوم میموند سود کنستیتوسیونی. دلخواه شهروندی تاجیکستان که از این قانون ضرر میبیند و من باور دارم که صدها هزار شهروند چی مرد و چی زن ضرر خواهند دید، حق دارند که به سود کنستیتوسیونی شکایت برند و سود کنستیتوسیونی باید این قانون را لغو کند، عملی شدنش را و برگرداند. سوال با وجود میاد که آیا واقعا سود کنستیتوسیونی تاجیکستان تا این حد مستقل هست که قانون غیر کنستیتوسیونی را برگرداند؟ من به این باور ندارم. سود کنستیتوسیونی تاجیکستان 100% یک نهاد وابسته از رئیس جمهور هست، اما ما و شما باید این مرحله رو طی کنیم. من خودم شخصا 2 مرتبه به سود کنستیتوسیونی وقتی در تاجیکستان بودم عریضه نوشتم و هر 2 مرتبه سود کنستیتوسیونی طرف حکومت رو گرفت، نه طرف دعوای ما رو، دعوای حزب ما رو یک مرتبه یک دفعه دیگر از نام خودم پیشنهاد کردم. ولی من تا مرحله آخر رفتم، در اون مرافعه سودی شرکت کردیم، حرف خود را گفتم. اگر چه سود کنستیتوسیونی بر علیه کنستیتوسیا اون قرارهای را تصدیق کرد که بر ضد ما بود، بر ضد حزب ما، بر ضد شخصا خودم، ولی من تا آخر رفتم. وظیفه ما رفتن است تا آخر. حالا از قبل باید شکست نخوریم که بگیم که سود کنستیتوسیونی هم یک بازیچه است و هیچ چیز را حل نمیکنن. ما با این مرحله را بگذاریم و من باور دارم که در تاجیکستان پیدا می شود مردان و بانوان جسور که این عملی قانونی را انجام خواهند داد. یعنی وقتی شما برای دفاع از حجاب خودتان یا از بانوی خودتان یا از مادر و زن خودتان به سود کنستیتوسیونی مراجعت میکنید، این طبق کنستیتوسیا است، هر یک شهروند میتواند مراجعت کند. من اگر چه الله گفته نمیتوانم که برای این کار شما را جزا نخواهند داد، چون حکومت جمهوری تاجیکستان برای انجام یک حقوق کنستیتوسیونی خودت هم انسان را میتواند جزا بدهد. اما بالاخره ما باید این مرحله را طی کنیم، این راه ها را طی کنیم و به ملت و جهان اثبات کنیم که در تاجیکستان انسان اگر تمام این مرحله ها را هم طی کند، نه قانون، نه کنستیتوسیا و نه پرزیدنت و کدام سود از او حمایت میکنند. خب دوستان گرامی، اینجا من صحبت خود را به انجام میرسانم و اگر باز در این باره ببینیم که مسائل های پیش می آید یا حکومت جمهوری تاجیکستان طلب مردم را قانع نمیکند، اگر ضرورت پیش آمد و طبق اگر شما این را باز بنویسید و طلب کرده باشید، من حتما در خدمت هستم و بار دیگر به یکایک شما از پروردگار منان تندرستی و سربلندی را تمنا دارم تا صحبت های بعدی در پناه خدا.